بادبندها. BR1 BR2 BR3 و این هم BR4. توی قسمت فونداسیون داریم این BR2، اینجا BR3 قرار میگیره، اینجا BR1 قرار میگیره و اینجا هم BR4 قرار میگیره. خب کدومشون رو اجرا کنیم؟ یکیشون رو قرار بدیم به عنوان نمونه. به نظرم دو تاشون رو بزنیم، یه دونه BR2 رو بزنیم، یه دونه BR1 رو بزنیم که 2 ضربدریه و یک به صورت وی شکل. دو اینجا ضربدریه و کنارش هم یک قرار گرفته که توی نقشه برگرده بشه. خب سوالی نبود تا اینجا. بریم سراغ دستور بادبند. لول 1 قرار بگیرم. قرار گرفتم توی لول 1 و میخوام بادبند رو ایجاد کنم. بادبند رو به دو روش میتونیم اجرا کنیم. اینجا میشه فکر میکنم اون چیزی که میخوایم اجرا کنیم اینجاست. اون قسمته. سبودیش دیگه بشه. روش اول توی پلانه. توی همین پلان که هستیم سربرگ استراکچر دستور پلیس رو انتخاب میکنیم. مقطعمون رو انتخاب میکنیم. UMP 10 بود تا جایی که یادمه. UMP 10 دارم. UMP 10 دارم. خب میگه که بادبندت کجا میخواد باشه؟ از تراز 0 تا لول 1. از تراز 0 تا لول 1 اینجا میخوام بادبند بزنه. درست. از اینجا نقطه اول کلیک میکنم، انتهاش لول 1 کلیک میکنم، بادبند رو برای من میکشه. اشتباه کشید. تراز 0 نیست، تراز فونداسیونه. تراز فونداسیون. نقطه اول کلیک میکنم، نقطه آخر نقطه اول کلیک میکنم، نقطه آخر میرم توی اینجا میگم از لول 1 انتهاش لول 2. از اینجا به اینجا و از اینجا به اینجا برای من ترسیم کن. این روش شماره 1. روش شماره 2 شما همینطوری میتونید اینا رو کپی کنید توی طبقات داشته باشید. روش شماره 2 اینه که ما اول میایم ویوش رو ایجاد میکنیم. یعنی یک دیدی که میخواد این بادبند رو ببینه بعدا توی نقشه ها میخوایم قرار بدیم، اول اون رو ایجاد میکنیم. میایم توی سربرگ ویو، اینجا توی پلان باید باشیم، تو سه بعدی. الیویشن فعاله. فریمینگ الیویشن رو قبلا معرفی کردیم، گفتیم یک الیویشن یک نماست که ما میتونیم بیایم اینجا و خود به خود هم قرار نمیگیره، باید حتما به یک آکس وصل بشه. این الان مثلا من رو به اینجا به آکس اینجا وصل میکنم. BR1 رو میتونیم اینجا ایجاد کنیم. به آکس اینجا میتونیم وصل کنیم. BR2 رو میتونیم وصل کنیم. ببین دو تا الیویشن برای من اینجا ساخته. 1 و 2. اسمشون رو همینجا عوض میکنم. رینیم BR1 و این یکی هم رینیم BR2. اینه یه اسپیس کم گذاشتم. خب که دیگه بدونم اینجا این الیویشنی که اینجا هست چیه و به چه کاری میاد. برم توی BR2 میتونم اینجا روش کلیک کنم، میتونم اینجا روی این هدی که اینجا داره کلیک کنم،
BR2 برای من باز میشه. میگذارمش رو حالت فاین. یک ذره از هم بازش میکنم. اینم میکشم پایین. اینم میارم بالاتر. برای اینکه کار سبکتر باشه توی ویزیبیلیتی گرافیک ریبارها رو غیر فعال میکنم که میلگرد ها تو این ویو دیده نشن. خب ستون من دیده میشه، بادبند من هم اینجا دیده میشه که ایجادش کردم و بریم سراغ ایرادی که این بادبند ها دارن. ایراد بادبندی که توی پلان بکشیم به این ترتیب با استفاده از دستور بادبند از اینجا به اینجا وصل بشه و از اینجا به اینجا وصل بشه توی نما خودش رو نشون میده. ایراد این بادبند چیه؟ کمک کنم من یه خط دتایل لاین انتخاب میکنم، آنوتیت دتایل لاین انتخاب میکنم، یه خط آکسی که مربوط به این باشه رو میکشم. اینجا دیگه این وسط. خب خط آکس اینو من کشیدم. آکس ها هم گرا نیستن. آفرین. توی بادبند مهمترین مسئله‌ای که ما داریم اینه که آکس تیر، آکس ستون و آکس بادبند در یک نقطه همدیگر رو قطع کنن. زمانی که ما توی پلان داریم این کار رو میکنیم اینها چون همگرا نیستن شما نمیتونید اینها رو چی بهش میگن دسترسی به این ندارید که این آکس ها کجا قرار میگیرن و نمیتونید اون چیزی رو که لازم هست رو ایجاد کنید. پس ما بادبندی رو که اینجا کشیدیم کلا دیلیت. چطور باید اون چیزا رو آکسار ایجاد کنیم؟ من باز میرم سراغ آنوتیت دتایل لاین. دتایل لاین خط‌هایی هستند که فقط به صورت دتایلی توی کار قرار میگیرن و ما میتونیم اینها رو توی یک ویو ببینیم یا جزئیاتی رو ترسیم کنیم. مثلا شما اینجا نیاز دارید که یک تو پروژهتون پروژه مهمی نیست که حتما اینجا بیس پلیت ها رو مدل کرده باشید. میخواید بیس پلیتتون رو بکشید، میتونید با استفاده از ابزار آنوتیت که اینجا دارید، با استفاده از مثلا کامپوننت هایی که دارید، رژیونی که دارید، یه هاشور بزنید، دتایل ها میتونید یه خط بکشید. ولی این خط فقط توی این ویو، نه تو محاسباتتون میاد، نه توی ویو های دیگه دیده میشه. فقط توی این ویو میتونید به صورت پیش‌فرض این دتایل لاین رو ببینید. من میام آکس این ستون رو که میشه آکس بیس پلیت هم هست ترسیم میکنم. اول باید قبلش چیزو بکشم، ببخشید. آکس این تیر رو میکشم، آکس این ستون رو هم میکشم، این خطای کمکی از اینجا وصل میکنم به وسط این بیس پلیتی که اینجا دارم. با استفاده از دتایل لاین از اینجا آکس این ستون رو ترسیم میکنم. ببینید آکس این تیر رو هم ترسیم میکنم، از اینجا یه خط میکشم. این خط مثل خطای اتوکد میمونن، فقط برای دیده شدن. از اینجا یه خط وصل میکنم، میارم میذارم اینجا. این رو هم از اینجا به اینجا وصل میکنم و همین کار رو برای طرف مقابل هم باید تکرار کنم. یعنی این رو باید بکشم. خب اینجا تقریبا خط وسطش مشخصه. این یکی رو هم باید بکشم از وسط ستون اینجا به محل برخورد آکس ستون و از اینجا به محل بیس پلیت هم وصل میکنم. حالا میریم سراغ دستور بریس. مجددا اینجا سربرگ استراکچر، دستور بریس، مقطع رو انتخاب میکنیم. توی نما قرار گرفتیم دیگه. اینجا نمیپرسه لولمون چیه، فقط یه تیکه تیر دی اسنپ داره که مثلا اگه بخواید به صورت سه‌بعدی توی یه قسمت کار کنید اون رو انجام میدید. چون دیگه لول رو بر اساس این موقعیتی که شما کلیک میکنید خودش در نظر میگیره. از اینجا
به اینجا، از اینجا به اینجا. خب این فعاله، از اینجا به اینجا، از اینجا در این امتداد تا اینجا، در این امتداد تا اینجا، اینها رو من قرار میدم. اینو چرا دوتا کشیدم؟ به خاطر اینکه میتونیم با استفاده از اون بعدن یه دونه پلیت تعریف کنیم و اتصال این رو هم روش اجرا کنیم. این منطقی تره. اینجا و اینجا کپی پیست الاین لول 2 3 و 4 درسته؟ نه دیگه 4 نداشتیم. خب دیگه این دیتایل لاین بهشون نیازی نداریم. برای اینکه کارمون رو شلوغ نکنن خطای کمکی هست، اینها رو پاک میکنیم. اینطوری بادبندهای ما هم به شکل صحیح ترسیم میشن. امیدوارم این قسمت هم به دردتون خورده باشه. اگر سوالی در رابطه با این فیلم دارین در قسمت دیدگاه ها بپرسین. خیلی زود بهش جواب میدم.